برای حذف پس زمینه عکس خود میریم در جستجوی گوگل و اینجا می نویسیم remove bg. سایت remove bg را باز میکنیم. توجه داشته باشید که باید فیلتر شکن شما باز باشد و فعال باشد. خب پس از باز شدن سایت remove bg آپلود ایمیج را فشار میدهیم یا بارگذاری تصویر. از اینجا مشاهده محتوای موجود را انتخاب میکنیم که عکسی را که میخواهیم که بیاریم برای حذف پس زمینه‌اش عکس را انتخاب بکنیم. مثلا این عکس. خب عکس را که انتخاب کردیم پس از چند ثانیه سایت خودش به طور خودکار پس زمینه عکس ما را حذف میکند. خب باید توجه داشته باشید که در جای عکس بگیرید که پس زمینه عکستان رنگ یکسان یا یک رنگ داشته باشد. اگر رنگ‌های گوناگونی داشته باشد حذف پس زمینه به مشکل مواجه می شود و شاید قشنگ و درست حذف نشود.